من کلا جدی که میتونم با شروع کارم بدم اینه که ذهنیتی که حالا پشت کارم هست ذهنیت معنوی و عرفانیه به دلیل حالا سوالاتی که از توی ذهنم داشتم و جواباشو با تحقیقاتی که اول به صورت ادیانی بود و بعد رسید به عرفان مثلا پیدا کنم همزمان با مطالعات دیگه هم توی روانشناسی و علوم دیگه داشتم که خیلی بهم کمک کرد. سوالی که خیلی توی ذهن خودم بود توی عرفان بهش پاسخ داده شد که مهمترینش پرداختن به من بود، یعنی از حضور من آگاه شدم توی این بیانی که من واقعی بود و اینکه به حقیقی چیزی که روانشناسی هم خیلی بهش پرداختن و فهمیدم که حالا یه مسیری هست برای رسیدن به اون من حقیقی که توی کارام من دنبال همونم، یعنی اگر که دارم خودم میکشم به خاطر همین پیدا کردن همین منی هستش که دنبالش هستم و فکر می‌کنم که توی ارفانی خیلی بهش پرداختم و توی این بین که حالا من نمایشگاه سوم نمایشگاه امپراتوری نمایشگاه اولم هم نبود ولی خب برای قبول این نمایشگاه دقیقا 2 سال و نیم من مشکل داشتم با گالری‌ها مخصوصا به دلیلی که خب کارامو قبول نمی‌کردم و هر دلیلی سلیقه‌ای بود خیلی به نظر خودم این روی کردی که گرفته بودم نسبت به کار من خیلی اذیت شدم بعد ولی نمی‌دادم بعد می‌زدن زیرش بودن 6 ماه من علاقه یه گالری بودم که اون قرار بود آخر به اون گلش عمل نکنه به جاهایی می‌بردم که خب اگه الان گالری‌ها رو ببینید بیشتر فیلمی که تو گالری‌ها هست بیشتر مدرن و انتزاعی چیزی که کار من نیست و خب اونا فکر می‌کردن که شاید کارای من اونقدر جالب نیست و من نمی‌دونم چقدر اطلاعات تجسمی درست دارن این گالری دارها که میتونن دنیایی که هنرمند رو قضاوت کنن به این شکل. من آخرها دچار افسردگی شده بودم برای اینکه نمیتونستم نمایشگاه بذارم ولی خب خیلی تلاش کردم حرکتی من خیلی از دوستان هستن که نیستن این تلاش مثل من نمی‌کنن برای کارشون و خب همونجوری میمونه کارشون شروع میشه ولی خب من خیلی تلاش کردم و تونستم